هر که بار نخست ظریف غلام نویسنده خوبی تاجیک را می‌بیند لحظه گمان نمی‌کند که این مرد چست و چالاک سیرحرکت و در سیما جوان 80 ساله باشد. موصوف از نورسی با مطبوعات آشنایی یافته اولین مقاله گونه‌ای تنقیدیش در گزیت دیواری یکی از مکتب‌های ناحیه کلخازآباد حالا ناحیه جلال‌الدین بلخی ولایت ختلان چاپ شد. از آن زمان این طرف خانه و دفتر مضمون روزگارش گشته با وجود فعالیت در ساحه‌های دیگر آهنربای ادبیات همیشه او را با خود داشته است. بنا به اندیشه و نوشته‌های ادبیات شناسان معاصر ظریف غلام از آغاز نویسنده اثرهای ماجرایی بوده است و نخستین حکایه چاپ شدهش نیز زد و خورد نام داشت که در روزنامه جمهوریت چاپ شده بود. نویسنده نقش و تأثیر آدمان نجیب و ادیبان بزرگ تاجیک پولاد طالس، روشنیار محمد، سعدالله حسنوف را در روزگار و فعالیت خویش حل کننده می‌داند. حتی زمان خواننده صنف 10 بودن به مکتبشان نویسنده بزرگ تاجیک پولاد طالس می آید و از او چنین دعا گرفته است: پسرم وقتی قلم به دست گرفتی نترس، نوشتن گیر، همه چیز از نوشتن بسیار می شود. باید گفت که ظریف غلام زاده دهی کنگرت ناحیه تیمورملک بوده. بعد سالهای زیادی آموزگاری در فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی تحصیل دید. نخست 4 سال در ناحیه جلال‌الدین بلخی سودیه بود. از سال 1998 فعالیتش را در شورای عالی ادامه داده بعدتر برای کار به سودی عالی می آید. سال 2010 بازنشسته شده تا حال از ادیبان و پوبلیسیستان فعال جمهوری است. فعالیت در مقامات سودی به نویسنده امکان داده است که نبض حیات مردم، کم و کاست و نقصانهای روحی و اجتماعی آنها را به طور وسیع آموزد و در حکایه و قصه هایش از آنها ثمرناک استفاده برد. قریب در هر یک حکایه، مقاله و قصهش واقعه های سبق انگیز روزگار ما و شما را که همه روزه جریان دارند و اما ما بیخبریم به قلم آورده هشدار می دهد که به قدر زندگی عزیزان خویشان برسیم و دانسته باشیم که آخر جنایت و بداخلاقی دیر یا زود حتما جزاست. ظریف غلام از سال 2000 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان بوده. آثارش در کتاب‌های پرواز، حکم دیل، دعوت خون، جادوگر، بار کج در راه کج، بوسه اول و اسب خیانت جمع آمدند.